سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ولی جان خواجاєв سلام از نویسیبیرسک. سلام آبجان، شما چه خیر؟ خیلی خوب. احوال شما پرسیم. از شهر نویسیبیرسک بودید؟ کجای نویسیبیرسک؟ ما گورод آب تلمچال طرف ایرپورت به زندگی میکنیم. چقدر شد که افیر نکردیم. خواستم کمتر صحبت کنیم. سلام آبجان، چه خیر؟ شما از سرگود. صبرینه خان سلام از شهر نوسیبیرسک. خوش آمدید کانال ما با. سلام آبجان. سلام شهناز خان. سلام آبجان. سلام علیکم خواهر. سلام از اکاترینبورگ. سلام همه و سلام، خوش آمدیدان. سلام علیکم نغز آبجان. شکر خدا محمد جان. خوب نغز. چقدر وقت شد که افیر نکردیم از سبب که سیرکار بودیم. امروز خواستم کمتر چخ کنیم. مرحمت سوالا باشد درباره پختوپز نویسیدن. من امروز ویدیوی نو پختیم. پیراگ یگان کس خیلی تیار کرمی نکرمی من نویسیدن. سلام شهناز خان. سلامتی خوبه از چلیابینسکی. منظور خان سلامت باشید. خیلی خوب. از حال شما پرسیم. سلام شهناز خان از شهر اکاترینبورگ. سلام شما بام. سلام از پیرما هموطنان عزیز. سلام، خوش آمدید شما. سلام، من از نویسیبیرسک. من نویسیبیرسک. کجای نویسیبیرسک شما؟ من نویسید چی خیر نزدیک باشید وام خوریم. سلام، دیر افیر کردید اینقدر. راستی گاب کمتر سیرکار بودم. چه گویم دیگه پیکرنی با کوچیدیم. همون صاحبش کلانش یک آدمون یکی دیگه نفک شد. از همونجا کمتر بند شدیم تا یک پیکرنی را رواندنه. کمتر سیرکار شدیم، برای همین کمتر دیر افیر کردیم. فرزندان نغز آبجان. شکر خدا. از فرزندای شما پرسیم. آبجان سلام شهناز خان. سلامتی ها چه خیر معطر. خیلی خوب. از حال شما پرسیم. آبجان شما یگان جاوا کار میکنید؟ من کار میکنم. من پیکرنی به کار میکنم. چه گویم مینی پیکرنی هر روزه می پرودکت‌های تازه رو تیار میکنیم انشالله. من پیکرنی نو، حالا من پیکرنی نو ویدیوهای نو به نو میپرتم. پیرشکه خیلی پیرشکه ها، بولیشکه ها، نمودش خمیرای پیلمین همیشه ویدیو میکنم. سلام شهناز خان. سلام اپی مربا خان. شما درست می دینه افرتان به درآمدم. راستی جای کار بودم گشته برآمدم تیز دیدیم. خیلی زیبا. رحمتی کلام. سلام نزد شما. من مهینه خان. سلام فرزندتان چخیر؟ در کجا فرزندام؟ شکر خدا نه حالا در تاجیکستانی باشن. سلام از آمسک آبجان. سلام دوبره ماموش. سلام شهناز خان. نظم شما. رحمت برای پختوپز. اگر مخفی نباشد مادرتان در کجا کار میکنن؟ مخفی نباشد مادرتان در کجا کار میکنن؟ مادری من از تاجیکستان با مادرم خانوبه کار میکردن. پیکرنی خانوبه دادم همین تشکیل کرد دادگی. پیشتر شهری ایستفره بازارشنده کار میکردیم. بعد من شوهر کردم اومدن رسیه به مادرم دیگه خیلی قطعی کار میکردیم. دیگه کار کنه نتونستم کوچه به بعد خانوبه مینی پیکرنی شده دادگی بودن برای مکتبی 57 مکتبای کلیجم شهری ایستفره. خاداک و بالشگاه کریم دار تیار میکردن برای بچه ها. با هر بار برای توی معرکه ها پیچینی ها زکسبه تیار میکنن. حالی هم تیار میکنن. سلام آبجان. نظم شما. سلامتی به شما آبجان. ترسی تیار کردنی پهلوی نشان میداده نظام. سلام به شما هم. حتما تیار میکنیم انشالله. روزهای نزدیک پهلوی هم تیار میکنیم. من تیار کرده شدم آبجان. پیراگتان رسا با مزه شده آبجان. من از ایسفره حالا در اکاترینبورگ میباشم. بیاد خورسند که من تیار کردید. من نتیجهش نویستید. بیاد خورسند. پیراکی ملایمی خوشخوری نغز آمد. کروتاب کنید. حتما تیار میکنیم. اپا ما فرزند نداریم. بخشیش راستی گپ خیر ما زنها اول شما درست می نغزمی بچه ها نغزمی اهمین هم پرسیم. خیر عذر نباشد انشالله میشد. کامنتاری من نخواندید راست می خیر یک چیز خوانده گذاشتیم. خیر باری دیگه نیست. ابجان کودکاتان فرستاندید می ها کودکام دکومنتار شما باید ما عرصی برای همین اصیل کریم انشالله نصیب می بیاد به نزدیک. السلام علیکم. نترسید چیزی بوده که باشد.
از وارو خیمی شما کی به تاجیکستان میرید مهینه نصیب ماه август نیت کراسیم نصیب باشد میریم سلام به همه غریبان سلام شهناز خان سلام نمودید دراجتان نشان میداده دراجی نیافتم گفتید که از کجا خریدیم نایافت گفتید نه دراج نایافت نه همه مگزین به هست ویدیوی نان بدارید کلچه روغنی بدارید دراج نشان داد که دراج بی حد نقص مثلا خمرتان یک ساعت با یک و نیم ساعت خیلی کمتر سیرکاشته وقتتان نرسیدم خمیر تروش نمیکند باید تروشی نمیکند بی حد دراج خوب احمد گرفته استفاده برید سلام مادرتان شاگرد میگیرم من زن هستم راستی گپ از مادرم دوتا فرزندی من قطعی وقتشانم نیاز کار کنی به نیاز کار کراسکشان نیست بی من تاجیکستان میدونه آردو خیلی شکر و سیویتا قیمت دیگه کار کنی به نماندیم راستی گپ از فرزندای من که آواره نکین کم میپزن برای توی مرکه ها خیلی فرمایشتیه بچه جان اکترینبورگ به نمیبید می مایلش میریم از وارو از شما یاد میگرفتم سلام اصلا پیش شهناز خوب هستید انشالله خوب از حال شما پرسیم پیکرنی در کجای نوسیبیرسک ما پیکرنی وینده گارد آب گرداکنده کار میکنیم چی به چکه تیار کردید نه چی به چکه تیار کردیم نشد چوبه نشد من خیلی نتیجهش دیدم دخترای اینستاگرام به من به صورتش رایی کردن که تیار کردن همه راستی 6 نفر بودم 5 نفر رای کردن انی همشون نغز برآمدن یکین یکتاشان گفتن که من 3.5% کفیر که تیار کردم کمتر شیرین تر آمد برای اگر ترشتر خواهید من 2.5% استفاده بردم نغز آمد السلام امروز من زادروز دارم تبریک میکردید خیلی خرسند میشدم مینه جان 100 سالش ویدیو انشالله من پختوپس های ما استفاده برید تارتای گوناگون تیار کرده دیرجدینی و زادروز من دسترخوان آیله خدا آباد کنید الهیم خیر روزی کمی نبینید من دیر کردم نه راستی نفسر کرده مهراج یکوبوف سلام اپا جانی سلام شهناز خان چخیر شما سلام نیواژنا کتای خوش آمدید سلام اپا جان شما نغز فرزندان نغز می شکری خدا از سال شما پرسیه من نوسی بیرسک به میجه شما کجا کار کراسید من پیکرنی به کار میکنم ما طرفای گارد آبنده نغز اپا جان سلام شهناز جان در مسافرت چی حال دارید آلگا شکری خدا از سال شما پرسیم اپا جان نغز خی کار کرده گشتیم سلام پیراگی آسانک دخافکی گازبه کی میشد راستی گپ دخافکی گازم نیست است اینی ما خانه ما کوارتیر سویتکی راستی پیشترا گاز به میپختیم حاضر گاز که استفاده نبردیم و کمتر دشوار به فکرم پیراکای و بیسکویتنی تارتا کمتر گاز به دشوار پختن است سلام اپا جان دستان درده نبینه راستی چخه گوام دوامشه دخابکی گاز به باید شما غشت مانید غشتی سرخ مانید اما باید سانی هموقتی پختن آسان تر دوتا تگی دخابکتان باید غشتی سرخ باشد سلام اپا جان دستان درده نبینید بینی های چیزهای با لذت تیار میکنید رحمتی کلان بیاد خورسند با هم صحبت میشیم پیراژنی بوشه تیار میکردید مایلش حتما حالا پیراژنی هایم تیار میکنیم کمتر سیرکار شدگی بودم برای همین افیرم نکریم خیلی ویدیوهای حالی با انشالله تارتای شروع میشه سلام شهناز جان چخیر شما سازین اینها دستان درده نبیند رحمتی کلان سلام علیکم ابا جان چخیر شما ناز شکری خدا احالی شما پرسیم شهناز ها ما با شمایم رحمتی کلان بیهد خورسند که دستگیری میکنتان بیهد خورسند که با هم صحبت میکنیم انشالله با دستگیری شما دوستان باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشد از وارو خستن من هایم ویدیو شما را تماشا میکنم بیهد خورسند شهناز جان قروتاب چکه قطی میکردید قروتاب چکه کی میکنیم انشالله به نزدیکی میشد ویدیو میکنیم پتری ورقینکی تیار میکنیم چککی السلام خواهرم سازین خوبین سعادت از سال شما پرسیم سعادت جان بیهد نغز شکری خدا من با شما صحبت کردیم با خوبتر سلام اپا جان شما در کدام شهری روسیه ما در شهر نوسیبیرسک سلام اپا شهنازه دلنازه هستم از بیلگاراد
بیاد خورسان دلناز خان از شناسه به جان من فقط حساب میکنم که وطن میریم گفته غریبی هم تیمی منم اولا راستی نه آمده بودم هم خیلی بودم حالی اکو عادت کردیم هفتم سال میرد خیلی آمده میبرویم یکی عادت کردیم راستی الکه یک سال شده است میگفتیم آمدگیم به دکبر به یک سال شد از کجای وارخ شما سلام اپا جان کودکاتان برای چی رای کردید سنا برای دکومنت 3 ماه باید از روسیه برایم برای آنکه 6 ماه دکومنتاشو پرپیسکاش ماندگی نبودیم ما باید دکومنت ما از سر نقص کنیم برای همین ما اصیل کردیم хорошо были если ваш рецепт был на русский язык милана рости гап милана хон خواستم که با زبان روسی هم نویسم لیکن برای خیلی زنهای تاجیکی ما نقصتر تاجیکی زبان خودمو که با فهماتر فهمونم برای آنکه بسیاری زنهای ما خانشین خیلی روسی نمیفهمن یا که چه گم تاجیکستان نه وامدگی برای همین من برای زنهای تاجیک با زبان تاجیکی تشکیل کرده بودم خیلی حرکت میکنیم سلام شهناز خان سلام پروینه میدان سلام بچه هاتون چه خیر یاد کرده باشید شکر خدا نست خیلی هر روز هم صحبت میشیم کی فرزندشه یاد نمیکند یاد کریم خیلی کو نصیب و تقدیر انشالله به نزدیکی میبیان در برنامه های آینده با ما طرزی پختنی عجبسن را نشان میدادید رحمتی کلان حتما عجبسن هم تیار میکنیم راستی که به یک دیگه подписчикам خواهش کردی که بدم سنتری وارخ تبریک چند سال شد تبریک چند ساله شدید زبان شیرین دارید اپا جان رحمتی کلام بیاد خورسند که خیلی با هم صحبت میکنیم من دستگیری میکنم با صحبت های شما با گپای زیبای شما من باز هم با خورسند شده با ویدیوهای بهتر تیار میکنم من محلاتکتا у вас был еще больше подписчиков. Капитан راست میلن خان توغری مثلا من زبانی روسی که نویسم با подписчикам بسیار بشه خیلی просмотрам بسیار میشد و راستی که من درباره ببین подписчик خیلی بسیار شویشه خیلی خوب میبینم که بسیار شود نه درباره تماشا بین و خیلی پول کار کنی و این خیلاش به محالی صرفم نمیرم خیلی هموقع زنهای ما دستگیری میکنن همینش حاضر به شکر خدا نقص رحمتی کلان شهناز خان من هم مکتبی شما هستم برای بار دیگر برای کار من همه پختبازی شما کردم رحمت شهناز هم مکتب کی باشید خیلی تعیین کنید خودتان اگر شناخته باشید من بسیار خیلی زنها می نویسند که من و معلمتانم نویسیدن لیکن راستی نشناختم نه بعدی ما تمام کردم مکتب رفته بودیم نمود نانای تاجیکی پخته میتونید خواهر جان چند نمود نانای تاجیکی رو پخته میتونید خواهر جان چند نمود راستی که شوهری خودم نووا بودم شهری ایسواربه خیلی یا نوانگی هم کار کردگی هر ما یک بار کار کرده بودیم تاجیکستان به خیلی من به نزدیکی نانی بازاری همین خدامای تاجیکستان تنوری جای کارخانه به نشان میدیم از این تنور ماندگی کارخانه به نانی تنوری تیار میکنم انشالله من خیلی چقدر باشد تیار میکنم روغنین فطیری خیلی خوشکک گونگک مگوییم همیشه تیار میکنیم من هم امروز ادروز دارم امروز روزی مهینه بانو بود دستگو مهینه خان 100 ساله شوید الها روزی کمی نبینید دوگای کانالی ما باشید و دستگیری کنید کانالی ما انشالله با تارتای سلطای بهتر میشد برای خیلی زاد و زا من دیر کردم اپا جان راستی 14 مینوت شد صحبت میکنیم سلام شهناز خان دیر کردم نیه نف سر کردیم سلام از سنت پترزبورگ سلام شهناز جان خواهش دارم پیچانی مربا را تیار کنید یک بار بینم میلش حتما تیار میکنیم من خواهشاتون باشد نویسیتان با من سوالا باشد مرحمت نویسیتان من بیملا صحبت کراسیم خیلی کشاد و رفشن گپ میزنیم مهینه جان زادروز مبارک الها 100 ساله شوید الها روزی کمی نبینم چند ساله شدید مهینه خان اپا جان شما نظم شما چی تیار میکنید من چی تیار میکنم کجا به جای کار باشد جای کار ما اونیورسال کار میکنیم اگر جای کارم پرسان باشید ما پیراشکا بلیشی چند نمود بولیشکه ها خمیرای سلایکه کار میکنیم با من تنور آورد تنور زمینکی نانی و نانی تنوری نانی گوشتینی تنوری
همشه تیار کردیم با پیکان ناف. خیلی با انشالله نصیب ویدیو میگیریم این سفرگی با پیش. ریسیپتی چکبه 1000 رحمت 100% شد. رحمتی کلام به حد خورسان که من نتیجهش می نویستم. انشالله ویدیوهای من خیلی تیار کردگی یگان کس ضررم نمیبینن و انشالله این همه خوش رو میبرد. 20 ساله شدیان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آپا جان گلم بهترین پراکتان زور شد. رحمتی کلام به حد خورسان من که خیلی کانالی مای دستگیری میکنیم. تیز خانی دکو از پای داره. کسو 20 دولنت کسو 20 برو آمد می مالش. شما از واروخ کجاش سلام و جانمی من میشگانر در مغازه باز ویدیو میگرفتید خیلی خوب میشد. مالش مغازه چخیل ویدیو گرام مرحمت نویسیدان من با انشالله وقتم شود ویدیو گرام راستی گپ 2 ماه شده است که من مغازه کلام نرفتم دستی کاره. سلام خاله جان شما نظم شما به چی سیامکو میکنید با تلفن یا تکنیکه؟ راستی گپ خواستم حالا همین کامنتاری به جواب دیم کمتر دستم بند بود گفتم دستم کمتر خالی شود بعد من کامنتاری به جواب میتیم. راستی گپ با تلفن دستی سیام کنم ولی من دیگه خیلی تکنیکه یگان چیزام نیست. من ابیچنی نگاه کنید ویدیوهای من مونتاژش ابیچنی خودم هم مونتاژ نمیکنم همیشه شفرم میکنم. سلام خاله جان شما نظم شما با من جواب دادم. سلام شمناز خان شما نظمی طرز پختنی کاکلت نشان میدادید مایلش طرز کاکلت نشان میدیم انشالله روزهای نزدیک. من نویسیدم سوالو با چی تیار کردن احمد برای تبریک نمیارزد. سلام شهناز خان شما همون نمودی کارنی میکردگیاتو نکنید پیکانی به میکردگیاما مایلش پیکانی به میکردگیاما اما پیکانی به میگیرم انشالله ویدیو شما از وارو. سلام شهناز خان چقدر شما کریمی تارت رنگش میگفتید رنگی پیشوای رنگ می رنگ اگر پیشوای باشد زیبا خان مغازه به رنگا میفروشد کو رنگ کنی باشد. من انشالله با نزدیکی رنگ کنی های ویدیو نشان میدم. کریم های سلام شهناز زبانی چخیل شما به حد نقص از حال شما پرسیم اپا جان دستم درد نبینه تشکر. رحمتی کلان سلام ما هم از واروخ امین من واروخ. سلام همین کانالی ما را رکلام کنید ریسیپت کولینری اتاتجیچکا مرحمت من درایتان کانالی پختوپاسا چخیل دخابکه میپذید شما چخیل دخابکه به میپذید راستی دخابکه ناف گرفتم اکو 2 بار چیز پختم من ویدیوی آخران درآمده نگاه کنید خواه دخابکه گرفتگی من. سلام خاله جان شما از کجای وارو؟ شهناز خان در حق ما غریبا و فرزنده دعا کنید که مثل شما صاحبی فرزند شویم انشالله خداوند شکیه بی فرزندم گرداند خیلی اینم امتحانی خیلی خداوند باشد انشالله. سال 2020 سالی پربرار میشد که همه بی فرزنده با خداوند فرزند میتید انشالله. بعد از 9 ماه می نویسید که من صاحبی فرزند شدم انشالله. پفتار نویستین. سلام شهناز خان شما نظمی آزاده شکر خدا. آزاده خان از سال شما پرسیم عجبسن چیه پا جان عجبسن تیار میکنی میبینی عجبسن نامش خودش با این عجبسنی با لذت. سلام شهناز خان با زبانی خودمان گپ زنید که نظمی همی خیلی رفتن گرید راستی گپ خودم هم همی خیلی فکر کردگی بودم که خیر روسی به چه گم خیلی زبان خودم با پرتر میفهمانم با کشاد و رفشن با زنهای ما از 100 تا گپ 2 تاش خودشون بگیرنم هر یک ویدیو چقدر خیلی وای میگیرن که مثلا اینش تیار کنیم این میشود است دویم بار تیار کنن گپی من یادشم میامد است که خیلی گفتگی بودن که اینو تیار کنی همه خیلی حاصل میشد است بشن از خان گام واروخ رفتگی میش ما من رفتگی واروخ با 2 بار رفتگی من واروخ با داستان دوگانها در حق من دعا کنید که نماسایم که برای به فرزندی هست انشالله تا در حق همه دعاگو ما شما در حق ما دعاگو باشتان دوستان. سلام علیکم دوستان امیدوارم همه کس صحت سلامت هستید. شکر خدا از حال شما پرسیم به حد نقص ابو جان شما از یوتیوب پول میگیرید می صبرینا همه پول میگیرم یوتیوب دویم بار گرفتم نخواد پول کار نکند نتانید نخواد پول کار کند ندانید من میدانم چوبه نمیدانم همیشه شوهرم
хай ман медонам ки хай пул кор мекунад, ман чӣ хел ман рус намекунам, ман кушоду равшан мегӯмон, лекин ман хе чӣ хел гӯям дар бораи ҳамин техникаҳош, масалан ҳамин ютуб дар омада чӣ хел кара ҳамун стрелкаҳоша ва ҳоша ки чӣ тия мекунӣ, агуҷош ралоби, агуҷо чизае ман нашод ин хелоши ягон вақте намефаҳмам ва пул кор мекунам, ман меҳнат каросиям, хай видео каросиям, ман ягон кас пул задаги тосагим ё ягон кас ман ҳаққони ҳақ меҳнати ҳаққу ҳалолам ки гирифтосиям, шукри худо. Хай чияни насиб ман бо кор мекунам, хай инам хай ҳар як кас масалан мехоҳад ки зиндагиш пешравад, кор кунад, хай ҳама мехоҳад инам ҳар як кас кораш не. Масалан гирем ютуба буромада хай видео кардан осон не, масалан ман аку вай намекунам чӣ хел гӯям не қину сахту, хай агар одаманда желанияш бошад, хай дӯст дорад видео пухтупаза бо ишқаш омада мегирад барои пухтупаз. Офарин, агар ту бар ин дусияти этик бошад, ҳама ба ҳунар мешаванд. Мефаҳмидан ҳам ман худам қизиқӣ кара чанд чиза пухтам маладият ҳаст. Рости гап бисёриҳо ҳамин сабаби фаҳмонданам розӣ а канали ман ки мефаҳмонид ки мо ҳамна фаҳмида тайёр мекунем. Беҳад хурсанд ки барои якдигар фаҳмӣ. Салом Шаҳнозхон, созед шумо. Раҳмат, аҳволи шумо пурсем. соҳиби фарзандон солеҳ шавед. Иншоаллоҳ дуои хайр барои бефарзандон. Беҳад дуои назм. Пирог ба бисквит дар духовкаи майда ба чанд градус мемонед? 160-70 дараҷанда мепазем духовкаи майда. Ба мобайнаш ба решотка бимонид гар тагу болои баробар дар гиронид хушро падиё медиҳад. Духовкатон ҷои ростба бошад. Агар бисёриҳо бизо як тарафи бисквити мо паст, як тарафаш баланд буд. Аз сабаби духовкамо пасту баланд буданаш ҷои ростба монид хушро мепазад. Салом апе Шаҳнозхон, ман аз ноҳияи шаҳри Нав алҳол дар Москва кор мекунам. Видеоҳои шумо бо як меҳру муҳаббат зиёд тамошо мекунам. Раҳмат. Просто мусулманка. Беҳад хурсандман ки видеоҳои ман тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, якдигар фаҳмӣ мекунем. Беҳад хурсанд. Салом апаҷон, як қатламаи пиёзӣ мекардед дигар каналба ҳасту, мехоҳам ки аз они шумо бинам, нағз мефаҳмонед. Майлаш ҳатман қатламаи пиёздорам мекунем ба наздикӣ. Салом апа, шумо дар кадом шаҳри Москва? Мо шаҳри Новосибирск. агар аъман пурсида бошед ба ман, ҳама чизе мепазед маъқул. Медонед хайр овоздон маъқул, дастон ҳам маъқул. барори кор. Саодатхон Раҳмати Калон, беҳад хурсанд ки хай дастгирӣ мекунед, мана дар омада канали мои тамошо мекунед. апаҷон бахшиш, ман номи писарам мондагӣ. Ягон крем барои торти бисквит мекардед? Ба наздикӣ торти бисквит мешавад. иншоаллоҳ бо ҳама нозикиҳош мефаҳмонам, бо тарзи кремкунӣ, гулмонӣ мефаҳмонам. хостам имрӯз видео кунам, лекин магазин ба дар омада гуфтам камо маслии хай тоза гирам барои кремкунӣ. рости дута магазин маҳкам свет набудааст, ҳамин тарафи естум ва магазин маҳкам буд. баъд аккаро буромид гуфтам ҳалок рост омадам хона ба наздикӣ мешавад. тамоми бефарзандон аллоҳи меҳрубон фарзанди солеҳи диҳад. омин. иншоаллоҳ. Шаҳноза чӣ хел шумо? Ман аз Ӯзбекистон. Гулшан апа беҳад хурсанд ки аз шаҳри Ӯзбекистонам мои тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. беҳад хурсанд. Салом аз шаҳри Новосибирск шумо папа. мо дер кардем зодрӯзи ки имрӯз зодрӯзи Маҳинахон, як подписчи ки мо имрӯз зодрӯз доранд, мана табрик кардем. Табаҷон, ман нав дар канали шумо. Аз куҷои дар ки ҷои расии шумо раҳмат. хуш омадед ба канали мо. Мо дар шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекунем. салом апаи ширин забон. салом ҳама ба. салом апаи Муаззамхон. салом апаҷон, ман зан ҳастам. аз хамири тайёр кардагии гиртон самбоса напухтидми? ҳа пухтам дина пухтам. видеошо сохтан дарка ба наздикӣ мепартам. пагабас фардо видеошо мепартам. пухтам дина пухтам. беҳад хушрӯомад. салом Шаҳнозхон. ситки ки ҳастед? город Исфара ки ҳастед? сити ки ҳастед? ма аз шаҳри Исфара, пушти молбозор, агар адресима пурсида бошед. салом апаҷон, дастон дарда набинед, се ки мепазед оли. Раҳмати Калон. апаҷон, манда ҷавоб дед. аҷабсан чӣ? гум шуд. илоҳо шуморо фарзанд
الها شما فرزنددار شود از خدا طلب کنید تا میشود به رازگی الله انشالله. حتما راستی گم شد حاضر. سلام پختنی شانکره نشان میدادید حتما با گشتی گاو حتما نشان میدیم. سراشن سلام شاعره جان شما بام ابا جان طرز تیار کردنی زورنای کریم شکلاتنی نشان میدادید التماس حتما نشان میدیم. روزهای نزدیک دیر کردم راستی 25 مینوت شهناز خان من بسیار خرسندم که شما سیکرت ندارید بهت خرسند سدیه خان که خیلی یک چیه پختم بعد مثلا با کشاد و رفشان گفتن در که اگان آدمی تماشابین برای خودش یگان چی کرد اپا من همه ویدیوتان رو تماشا میکنم بهترین است رحمتی کلان الله هیچ بنده نامید نکند نیکی از الله طلب کنید شب و ساعت نماز دلی شب خوانید از الله طلب کنید انشالله میشود راست کپتان حق سلام خاله جان از چارکوه شما دستگیری خاله جان از چارکوه شما دستگیری میکنیم رحمتی کلان سلام که از واروخ سلام ابا جان ای کفیر چقدر کدگی ویدیوتان دیدم چکه و پیشه با مزه میشده صدا رحمت ما از روسیه هیچ چکه با مزه نیافتیم که رسیپتی شما تیار میکنیم پس یعنی رحمتی کلان من اگر تیار کرده باشید من خودتان نتیجهش دیدید که چه خیلی تیار میشه درسته من یک روز استاد من بعد قروت تیار کردم پیراگ گم نیست رحمتی کنه خدا خواهد من هم در شهر روسیه هستم مادرم 60 ساله از شما خیلی منتدار هستند مگه بهت خورسند که من مادرش من ویدیوهای ما تماشا میکنن دستگیری میکنن از نام من برای مادر سلام الها 100 ساله شوند دعاگاه ما غریبان باشند اپا جان یخیل دیگه تارتی آسان با مزه پذید باری دیگر پذید رحمت معلش میپذیم انشالله آمین آمین اپا جان خداوند همه حسابی فرزند کند انشالله همه بی فرزند انشالله بی فرزنده با خداوند من سال 2020 سالی پربرار انشالله صاحب فرزند میشه همه صاحب بی فرزنددار شو انشالله سلام شهناز خان من دیر آمدم میدوگان جان راستی 26 مینوت 27 مینوت شد مهینه خان انشالله چرا نقل دارید چرا نقل دارم درباره پخت و پز گفتیم آمین همه به فرزندیت از دیگه کانال ها کانالی شما برای من مخول شد چون که فهما میفهمانید رحمتی کلام بهت خورسند که دستگیری میکنید بسیاری زنها همین چخیل گوام سکریتشو کشاد و رفشان مگوید همین سبب بسیار منتداری میکنن بهت خورسند من که دستگیری میکنن آمین آمین شهناز خان گازم ارتل رسه زور بالاش توکلی پایانش نه گاز انی شما چی پیچیدن همه خیلی راستی قبل انی من ناف بالاش و بالاشم سویتی تکدشم سویتی و راستی ناف گرفتم حالی اوقا اکو ناف کار بس کراسیم نقص پخت نکندو راستی چیز پختم نقص پخت منم پیش راستی دو خوابچی کچی مایده چی مینوت که کار میکردم راست اپا مهنت میکنین راست اپا مهنت میکنید راست اینا خیلی میفهم دیگه هم میفهمد شاعر جان بهت خورسان که خیلی میفهمیتان یک دیگری میفهمیم دستگیری میکنیم از خمیر سیل تیار کردنی پگاه سمبوسه میکنید رحمت به شما من الکی تیار کردم سمبوسه دینه تیار کرده که بودم ویدیوش هست به نزدیکی میپرتم شما اسفره از شهر از قشلاق ما از شهر و پشتی مال بازار پیش توی خانه آیت الله دانه تمون طرفا به محله قلچی مزار قلچی مزار میدانم اپا جان زورنای کریم شکلات رو نشان میدادید انشالله خواندم شهناز خان روی خودتان نشان دید شکرانه خان راستی گب اجازه نمیدین شوارم که خیلی کشاد و رفشن پوره خیلی خودم نشان داده صحبت کنم من قرآن خان هستم به حق بی فرزندان دعا میکنم شاید مستجاب شد با دلی صاف مهینه خان به حد نقص که خیلی ما مسافرهای دعا کنید ما هم خیلی دعا کنید قطار کوب انشالله با همش نقض میشد آمین انشالله روی نشانتی جایز نیست راستی که خودماندم و هم نیست فکری نشانتی هم نیست شما استفره به کی میایید انشالله ماهای اوگوست نصیب باشد رحمت ما هم دعاگوی باشید ولی راست میگه خواهری عزیز و خود شهناز خان آش شود که شما همه چیز میفهمونید برا رحمت کلان شما بسید یک خان رحمتی کلان اپا جان جوی دم میدانید مهینه
شو و آمین. سلام چی پخته استید؟ چی پخته است که من یه حاضر صحبت کراسی ملدی استستان گل درد نبینه دکان جان به پیشی چی و اهمیت نتید گپ های هر خیلی به راستی گپ کپتان راست بسیار امین گپ شوهر ما میگن که خیلی گپی مردم به خیلی گپای بیجا به اهمیت نتیه این اگر راستی گپی مردم به اهمیتی و خیلی همش به دقت داده کنی راستی اخوانو داری آبادتا میمانی برای همین من گپی مردم خیلی بیجاش به اهمیت هم نمیتیم الکی راستی دیگه فرقیتش نیه برای من دیگه گپی گنده باشد یا این خیلی چه گپایی وزنن یا همین مثلا گوشتی پختگی و جگری پختگی بنویسین که همه خیر رحمت نویسین یکتاشون نویسین که ای همه چه زنکی کو یک تامین گوشت بزرد کرد که جگر پخته نشان داد رحمت میگویی همه چه زن همین کارو نمیتونی گفته نویسین همه به عطفیت دادم شروع کردن نویسیدم اما به جنگم من خوش رو عطفیت با همه خودش ادالید میکنه ویشه اما کمی ترشه شما از خواهد به نان تنوری دخافکده پوش نداد نان تنوری دخابکه به پوش نداده باشد دخابکه لیتشه تصفانده باشید پوش دادنش در کار راستی 3-4 روز شد یک دختر تیار کردن شهر مسکوونده اول گفتن که پوش نداد گفتم یک دیگه تفتان بمانید این وقتی گم میزنیم تفتان بمانید کمتر دیگه سرخ شود پوش دادنش ممکن بعد مانده گرفته سرچه پرتفتن خوش رو آمد همه زنهای تاجیک با هنر فیروزه راست کپتان همه زنهای ما با هنر یکانت زنها چخگون بی هنر نیستن همه زنهای ما حاضر با هنر و با هنر سلام شهناز خامان از اسفره امشب سلطان قطعی کردم بسیار بالازه شد من صافیه هستم صافیه جان از شناساییش خورسند بیحد خورسندم که ویدیوهای من دیده تیار میکنید سلام همه کسا سلام مهینه رحمت خداوند چطور بود نیت داشته باشید نیتتان برساند انشالله عایشه رینب که هست دست بردارد همه کسا کانالی من تاف بخرین بعد افیر شاعر جان مرحمت کانالی شاعر جان با بعد افیر درآمده میبینیم که کانالشان چی باشد برای چی اسمسی میره نخواندید نخواندم باره دیگه نویسید راستی کمتر گم شد روی اکرام به اسمس من می چقدر شد گم کردم یک بار اسمس دختره کانال منم درآمده دستگیری کنید و که رحمت کنم آرزوهای شما همه جای عملی باشد آمین انشالله شما از کجا میشوید آسیت چه کانال سلام شهناز بانو ویدیوهاتان ناز بسیار چیزا یاد گرفتم یکتم است وقتی دوستانه دادنی بودن ویدیوهاتان پلیلیست به تقسیم کنید یگان رسیپتی در کاری افتنش آسان میشد رحمت نش چخل باشد با خودم نمیدانم پلی خیلی بعدی افیر منه میبینیم یک بار معلش اگر ریسیپتاشه خیلی تگش بنویسنم باشد من اینترنت نمیفهم شهناز جام یک بار آرزوخی چرکزه محکم خرج کردید بسیار خوب میشونه که نمیدانم شما آرزوخی چی میگویید آرزوخی ما هم خیلی میگوییم ما برساقچه میگوییم اسپرگی ها محلش تیار میکنیم انشالله ما چاچقاب استفاده بریم خیلی فرزنده دندان برورن همون با استفاده میبریم خیلی با ایدا با نوروز به تیار میکنیم انشالله تیار میکنیم سلام از نوکوزنیز سلام خارجان برادران مثل ملک خواهرمان کمکو سعادت خان کمکو رحمت برای دستگیری من مهمان شوید مهینه جان زادراز مرگله ها 100 ساله شوید دیر کردم سلام شهناز خان دستی شما درد نبینید بسیار کت بانوی خوب هستید رحمتی کلام به حد خورسند از شناسای از دستگیری سلام پختوبستی توشان کرده نشان میداده مایلش حتما به نزدیکی ویدیو میکنیم سلام اپا جان سلام اباک رحمت به سلام شما با من از اسفره صبرین خان اسفره خوش آمدید سلام از اسفره سلامت باشید اپا جان رحمتی کنم اینجا که از تاجیکستان کی تاجیکستان با دست بدارن من نخواندید من از شهر اسفره خواندم شما دویم بار خواندید سلام از ایوانو من اسفرگی از نام من همه اسفرگی ها سلام رسانید صبرین که همه اسفرگی ها به سلام همه شهر تاجیکستان به سلام طرز تیار کنید چکه نشان تید اپا چک هم مایلش نشان میتیم یک تا ویدیو های چکی گو کانال با هست مرحمت درآمده
بینید و هم بیحد نغزم بود. تازه تیار کردنی دلمه را نشان میدادید. میلش انشالله که خوراکایم تیار میکنیم. رحمت علیکم سلام. اپای شهنازه خان سلام. شما بام شاعر جان سلام از وراق سلام. اپا جان تیار کردنی پهلوی نشان میدادید. میلش انشالله نشان میدیم. اپا جان تفتیل تیار کنید التماس و تفتیل های وینده kanalında های ملایمی برینچ که تیار کرده بیحد ملایمی نغزم بود. ساری ویدیو گریمنده های درامده کانال نگاه کنید. خواه کانال بود تیار میکنیم نصیبا تا قاعده значит надо خودم تا قاعدشم به همه خب ممکن سلام از استر سلام آسیب دی از همون اپجان سلام اپجان دوشنبه سلام وارخه هم نامی شواشان درامدگی میر یگان شیرینی آسانک پذیر معلش میپذیم ها بخشش عذر هلال رحمتی کلام برای تبریکات مادرهای عزیز سلام زنده باشید دعاگوی غریبا باشید راست همه انشالله دعاگاه یکدیگر باشیم انشالله خداوند در پناهش نگام دارد شهر مسافری به گب نیست اسفرگاه بسیار کو به پیش نمیارزد به جاندگانه ها به کنالم تکلیف کرده هستید بانگان نگاهبان باشد رحمتی کلام سلام نیست اپجان روت هیچ وقت نشان نتی اپجان راستی گب خودمندم ویم نیست است یکان فکرم نکردم که روم نشانتیم خیلی خرسند شدیم که میخوای زنهای تاجیک هستند بارک الله رحمتی کلام با دستگیری شما شد انشالله با دستگیری کنتان انشالله با ویدیوهای بهتر و بهتر میشد سلام اپا عزیز رحمت به شما هم که هم صحبتیم سلام اپا جان سلام شما درستمی نغزمی از شما انچه چیزها یاد گرفتم به حد خرسند که کانالی من خیلی گانچی میاموزید برای خودتان گانچی میگیرید من مرحمت سوالا باشد نویسیتان الکی 36 مینوت خیلی شد صحبت کردیم سوالا باشد درباره پخت و پز با من جواب میدیم سلامت باشی برای آنکه آدینه که میفهمونید رحمت آدیکر میفهمونید رحمت آیا کی سر شد افیر شهزاده خان الکی 36 مینوت شد من گروپ ها نویسته که بودم داستان آبونه شوید سلام مادری من میگوین که به گپی مردم زندگی مکن راست به گپی مردم زندگی نکن دهان مردم همیشه باز است بای باشی میگوید این خیلی کاری خطا میکند کم بغل باشی میگوید که این بیچاره میگوید خیلی یک دوای گفتگی همین اگر قابل باشی این ساده میگوید همه طرفه به گپ های برای همین گپی مردم رو گوش نمیکنی اگر گپی مردم رو گوش کرده گپی مردم که کار کنی راستی گپ خانو داری آبادان میمانی برای همین هیچکی به اهمیت نمیتیمو خیلی با همین مسئولیتی عائله خود شوهری خود به پیش میریم من شما کجای من از خود جانما دیر کردیم اپا جان با کی افیر میکنید راستی نمیدانم کی افیر میکنم الکی 37 مینوت صحبت کردیم من دیگه جا بازی همون کاری نو ونده کار کرسی همون آدمایو کلانش نکیس یخی نو کشادگی برای همین حالی ساعتی کاری ما تعیین نیه ولی نو کشاده شد که خیلی همه چی پرا بکراسیم برای همین کمتر وقتی کاری من حاضر انیق نیه پیش از 6 صبح تا 6 بیگاه بود حاضر از 4 سحر کار کراسیم شهنازده خان کراسیتل از کجا خریدم ممکن کراسیتل راستی که میجگان خان مغازه کلاننده بسیارتر مثلا اشان لینتهان ده هیو مغازه مایده با کراسیتل یافتن دشوارتر و با مغازه های مخصوص پیکرنی همین یاندکس بزنید تانگر خیلی میبردمون مخصوص برای پیکرنی گفته نویسیدگر همون ادرسی تان که نویگاتورش که میبرد علیکم ابا جان افیر با دیر کردیم 38 مینوت شد راستی ابا جان به اسفره هم آمد فعالیتی دوام میدهد یا نه انشالله ما اسفره برویم که خیلی مهمان میریم 1 ماه با میرفتگی ما نصیب باشد خیلی نصیب باشد انشالله تیار میکنیم طرز گلی تارته نشان میدادید طرز گلی تارته نشان میدیم انشالله نشان میدیم و کمتر انشالله فرصت شود خواستم یک مغازه از زیر من پخت و پزه قالی باشه یافتگی همونجا رفتم بعضی وقت نشده است انشالله این هفته میرم رفتم و قالیبای بخصوص برای گلمانی تارته گرفته میبیام من گلای خوش را میمانیم گلای رنگمانی گلای می چند نموده نشان میدیم راست میکنید بچه جان بسیاری دخترها زنها نمیتوانند راستی که من گوشت بیران کردم از ویدیوهای شما دیده کردم خیلی بامزه آمد رحمت می نخوام سلام با پیش اندازه شما و کودکان سازان خوب من رحمتی کلام احالی شما پرسیم من شما از کجای
یا نظرم با از واروخه گرسن سلام شهناز خان سلام رازا من مرحمت کانالی چیوری کرته های تاجیکی مرحمت دارم دا بونو شویتان دوستان سلام سلام انیسکا از کجای خوجند شما ما واروخ سلام پیش از کجای شما ما از شهر ایسفره از شهر نوسیبیرسکنده من از کجای شما چه زمین خاکسار کنی همه زنها مانند شما میشدند راست میخوای خیلی کو این چه گم خودت بلند گرفتن و خیلی ناگپ شوی و این کاری ما زنها با نمیشه بد من زن هستم اهمیت ندیم خیلی آدم های بخیلند راست اهمیت نمیتیم راستی کاری سرگی با پیش من از تاجیکستان سلام ایسفره منم دستان درد نبیند پیش شهناز خان رحمتی کلام سلام علیکم اپا شما از کجا اپا جان من از شهر ایسفره میشم از شهر نوسیبیرسکنده 26 ساله آیله دار سبی 2 فرزند من از غریبی مسکو سلام سلام آسیه اسمیس میره نخوندید خواهر نخوندم عذر یک بار دیگه من نیستی شهناز خان ایمان نامیری شپرتایید ایما خیلی ویدیوی نو بنویسید می نویسم اپی شهناز خان اینستاگرامتان باشد مرحمت اینستاگرام بنویسید راستی که ایمان به بسیاری به حد خیلی می نویسن اگر همه گم میکنم یا ارلاش میکنم راستی خالی خودم به یک دوگانم نامشان نوشتم که شما همون نامی گفته همون نامی گفته نوشتم من آدم بسیار شه من خورسند خیلی خورسند که همه که صحبت میکنیم نقص خیلی گام و اینیو با خیلی اینستاگرام بنویسید خیلی با معلوم تر بشن از من دختر فکر نکنید که بچه محلش خودش اترز گوزنی معلوم میشد که زن بودگی و مرد بودن سلام شهر ایسفره از دهه چیلگزی کی هست سلام اپا جان کجایی که سلام علیکم شهناز خان چقدر شما که سر شد افیر 41 مینوت شد الکای شبنم علیه و خوش آمدید سلام ما از تاجیکستان از خود چایخون دوستانی عزیز کلچه پختم خیلی با مزه آمد به حد خورسند که ریسپتای ما منو تیار کرده میفهمید شاید از کجای تاجیکستان سلام میخوام که یکان سلاتی نف تیار کنید باقی در پناه خدا باشه راستی خودم هم امروز فکر کردم که یکان سلاتی چه گم مایده چه تریال کچابه مایده چه تیار کنم برای خیلی دستورخانه آراتی دستورخانه و نزدیکی حتما انشالله تیار کنم با آرایشی یکان خیلی خوشروه خیلی یک فکر کنیم طرفای کجا باشه طرز پختنی پیتزا رو نشان میدادید مایلش طرز پختنی مینی پیتزا کانال به هست با لواش که تیار کردی پیتزای هم های مایلش با پیتزی کلانم تیار میکنیم لیکن نیست کلانش من طرفای اشان میگه سلام از کتیم دو شهناز خان شما بهترین رحمتی کلام رحمت ابا من به شما مقبول من زن هستم از غریبی اپا جان رحمتی کلام که خیلی دستگیری میکنید بیاد خورسند هم صحبت شدن ما گروپ اسمی ایما یا وایبر گروپ ایما وایبر گروپی وایبری زنها چند تا گروپ هستند راستی زنها با گروپ تشکیل کردن گروپی خیلی امین بلاگرای نو خیلی زنها بودین همشون چند بار گفتم خواستم خوشم کمتر سیرکار بودم و وقتم نشد برای همین خواستم با زنها که صحبت کنم امروز خودم فکر کردم که همین به پیوست شدم تو زوبا فکر نکنم که خیلی این کانالش الکه پیش رفت و خیلی ما آدمای نو با خودش بالا گیته ندارم داست فکر نکنم که امروز همین گب عادلم گذاشت انشالله با وای گروپ با هم خوش میشیم سلام پیش از خان شما چند ساله تولدتان چند است من 26 ساله 92 تولدم صاحبی 2 فرزند بسیارش السلام علیکم از شهر بوستان شهناز بوچه نظمی شما رحمتی کلام سلام اپا جان ساز از حال شما پرسیم سلام علیکم همه کانال شما به من خیلی پسند آمد رحمتی کلام مبارک خان رحمتی کلام سلام خواهری عزیز هزار رحمت برای پدر و مادرتان که دختری با تربیه کلام کردن رحمت رخشان جان به حد خرسند که در حق پدر و مادری منم دعا میکنید به حد خرسند پدر و مادری منم به حد خرسند میشن که خیلی بسیار من دعا میکنم بسیار دستگیری میکنم بسیار خرسند میشم سلام شهناز خان تستز افیر کنید مایلش انشالله تستز میکنیم الکی بیاد بسیار نویستند زنها که افیر کنید راستی کمتر سیرکار بودم خیلی فرزندام حاضر نیستین و با سیرکار با فرزندا بیام با سیرکارتر میشیم انشالله با فرزند که خیلی دیگه خانه فیض و برکش دیگه به فکرم افیر به گب نیکو نویسین ایمو با شهناز خان کدامش خانم ایمای خانم
شهناز خان رحمت الله خداوند راضی باشد از شما. رحمتی کلان. سلام شهناز خان، خیلی پیشنی آسانک نشان میدادید. محلش پیشنی برای فرزندا سنگ پشتی تیار میکنم. من اسفری میباشم انشالله. ایما با مامزاست، افیر بام سپشنیام داست، همه طرفه سپشنیام داست. برای چی بالشگاه من وزمین میشم؟ برای آنکه شما بالشگاه یا وای میکنید میکشایید و میپزید. من افیر ویش ایمایی ویش کشتن زبوکشه کنید سپشنی کن. برای چی بالشگاه من وزمین میشم؟ برای آنکه اگر شما یا بالشگاه نگاه نمیدارید بعد کشودن سرازه یا میپزید، بالشگاه ویدیو شای کانال با وانه درآمده نگاه کنید. خود خیلی ملایمی پخ آمدگی. من با روزهای نزدیک با جای کار به طرزی تر کنی بالشگاه نشان میتیم. بالشگاه خمیرشه که سختم خران در کار نی. ما основной بالشگاه پیراشگاه آبی خنوکی از تیار کردیم. برای اینکه میکسرنده مول چغز ساز خمیر گرم شو ساز گرم خمیر سخت گرمی بالشگاه خوشرانم بود. برای همین حاضر ما دیگه خیلی پروپا کردیم آبی فقط خنوکی چیز تیار کردیم. خمیر آبی خنوکی کردیم و جان شما چه پخت و پزای خوشران میکنید. احسن به شما. رحمتی کلان انیسکا ما میتوانیم. شهناز خان شما سوپر کتبانو. سعدیه جان رحمتی کلان. من شما از کجای شاعره خان کجا شدید؟ زنها هر خیر با من شای بیمنه شای من راستی خیلی همه زنها حاضر با هنر اینترنت همه به من یکره مانده. به جان من بیسکویت تیار میکنم پیدام نمیده. سببش در چی یگان سیرش باشد میگفتید. راستی من کانال بدرامده ببینید ملکه چند تا بیسکویت پختم. من بیسکویت میپزم خیلی نغز میبینم نمیدونم خیلی مکنیتان که پیدام نمیتید یا کم میزنیتان یا دخابکه به سراز تفتان با بلند میمانیتان که و اگر دخابکی بلند بام یک بار مانید پیدام نمیتید. سراز سرخ میشد و سراز میپزد و درنش خامن میماند. من انشالله به نزدیکی می طرز ترکون بیسکویت جدایی ویدیو میکنم. شهناز خان رحمت من از شما بسیار چیزا آموختم. بیاد خرسند که اما یگانچی میمازید. دخترا کسی خواهش کورته داشته باشه مرحمت به کانال ما. اگر خواهید کورته زکس کنید من روزا خام با کورته زکس کنیدم. کورته تاجیکی پلرنا ما با پلرنا بهتره. بجا من به دیپلمی کاندیدرسکی های دیپلمی کاندیدرسکی من بید محل دیپلم کاندیدرسکی من به تیدو مونید. بید آخه پیش من با کار به همی جنده باشید. ما با کارگرد در کار حاضره. پیش از خواه من دوزنده هم یکی حاضر سنگ پتربورگ و به بیاد خورسان که من دوزنده ها کیم من هم صحبت میشیم دوزنده ها کیم من کانال به دوزندگی تانین مرحمت من کانال کشاید اگر شبهرتن اجازت باشن. لیکن کانال کشاید که فهما باشد مثلا بوریدنی همه نمودی چیزا فهمای عادی باشد. آدمای خیلی فربه به خراب به من با دستگیری میکنه. من روزه خانم هیان کانالشان با من ویایم دستگیری میکنیم. سلام علیکم شهنازه. سلام علیکم نگرفتی شهنازه بانو بزر. سلام علیکم نامی من از همان کلیم های خشک دلاره یافته نمیتوانم. راستی مغازه نمیروم به شوهرم بسیار میگویم نیافتم میگوان. راستی مغازه کریم خشک مغازه های کلام بام فروشد. ثانی مغازه کریم دلال کلاوبینش نیست است. اما مغازه یافته نمیتونید. مخصوص ما پیکانی به اجای همون بازارش آبتانوی ما به لینگابین میبیارد. برای همین من حاضر بسیارتر استفاده نبروزیم که برای زنها دسترس نی. من اگر کریم همو خشک اگر یاوید همو کریم دلاله و همو فقط که پکیج چکرگی و همه نمود بوی شای بوی قلفینه من دیده باشید من ویدیوم ده همه نموده شای. سلام ما دیر کردیم علاقه 46 مینوت شد راستی کب. سلام علیکم. سلام راست شما کجا با کورت زکات میکنه؟ انیسه میرزایی سلام واتساپ نوشتن کم نما شده. دوستان عزیز مهمان شوید. السلام علیکم. بسیار ریسپت‌های عادی و آسان. رحمت به شما برای کار. رحمتی کلام. سلام دوستان عزیز مهمان شوید. من یک کانال دارم. دوستان عزیز مهمان شوید. اینستاگرام نیست یا تلگرام های تلگرامم های تلگرام کارباس نکریم راستی که معلش خیلی نویسید ویدیو نو بنویسید من نامیرم هم با بنویسم اپا با بیش ما دستگیری شما عزیز رحمتی کلام حتما دستگیری کنتم با انشالله ویدیوهای بهتر میشه. سلام به جان شما مدینه را میشناسید؟ خواهرش مهرانه کی باشد کی باشند راستی که مدینه مهرانه
نمیدانم راستی ما خواهشی آموختنی در زندگی داریم گپ نمیزنی اینقدر نغز نمیفهمیم راستی گپ روزخان من زنها خواهش کراستی اگر من شفرتان اجازه تیت با کشاد و رفشن زنها با فهمانید با خوبتر مثلا یاد میگیرن چیه نکاشو با اینجاش این خیلی میشد این چین خیلی کنتان گفته خیلی کو با کشاد و رفشن باشد با بهتر سلام خارج به پیش خواهر رحمت رخشان خان سوام چی با اوت کدید چیزی ما اوت کرم میبیا آی معظم خان معظم خان شما در کدام شهر رازخان نکنه رازخان من جواب دید همین روز از ریسپت شما پیراک تیار کردم همش دخت عاشق رسخ شد رحمت اوکا جان رحمتی کلان شما بام که من لکای بیسکویتی امروزه پیراکامای من پیرا بکرید نوسیبیرس خنوک می نوسیبیرس خنوک می نوسیبیرس خنوک امسال نکه خنوکی سخت نشد و پیش از سال نف کمتر 39 و برآمد و حاضرم خنوکتر 25 گرادوس و ایاس داستان از این مهمان شده داستان تارتای گلداری خوشرو میپزید فقط از کریم خشک کریم تیار میکنم کریم خشک تیار میکنه کریم خشکم گلمانی ها با ناز خیلی خوشرو میشه دو لیکن با مسئله ها کم کنید و کم خوشرو با من انشالله به نزدیکی تیار میکنیم زبرنای کریم قطعی مسئله زده گلمانی با تیار میکنین رحمت حتما تماشا دوستان عزیز مهمان شوید سراغتان میگفتید شما چند ساله هستید من 26 ساله اگر من پرسیسته که باشید دوستان مهمان شوید سلام به من هستم در نوسیبیرس شما کجاش به ما شهر وینده گارد آب تلمچه وینده طرفی وینده ایرپورت اگر کلاران مغازه دانوید همون طرف همون کوچی همون راستی هموننده فهمازنها دختر از احتمال هیتامی دوستان عزیز مهمانی ما شوید من کریم تیار کردم وقتی مالکا ارالش کردم کریمم برید اگر میفهماندید کریم ویتان شیرتان ترش شده باشد اگر بریده که باشد وقتی مالکا ارالش کردم با کریمم برید شیرتان شدگی شیرتان گذشتگی برای همین بریدگی کریمتان یا نو باشد اگر چخیل تیار کنید مثلا همون اول تخم و اگر تخمدار تیار کرد باشید همیشه کمتر لط زده کمتر شیر ارالش کرده بعد همیشه یک سکی آمیختم کنید که در نشب کلولچی نزند اگر بریدگی باشد گزنده شیرتان گذشتگی منتو رازوچکا نشان تید شهنازه پا مایلش منتو رازوچکا میکنیم گل دخترای تاجیک کانالی من هم مهمان شوید پیشکی رحمت الله با شما برای تسکیبتان مادری سمیه مرحمت کانالشان با درایتان کانالی نیم پخت پاس دوستان عزیز مهمان شوید ای پشکن یکی بدلی من گپ زدید میخوایم بدلی شما اپا شهناز خان نامی من نخوندید نامتان نخوندم خیلی یک بار دیگه عذر نویسید دوستان عزیز مهمان شوید سلام با خوش شدم ونیا خان خوش شدم نیرازه دوستان عزیز مهمان شوید اپا اکلر پخته استم از ریسپت شما نساتکه ندارم کریم پر کنم چخیل کنم اگر نساتکه داشتگی نباشید خیلی کمتر همون وکی کارت که اما بنش بریده کریم کنید و بالاشو پشتنگرید این یکان ویش نیست است برای خودتان کو اما بنش برید و کریم مالید و پشتنگرید بار باشه کراشکو کنید محکم میشه دوستان عزیز مهمان شوید مهینه خان اکتیم کجاش زندگی میکنه زکات را چی دیهم زکات را چی خیلی دیهم بوده که مثلا نوشتگی باشن یا کمتر خطا اومد خیلی میگیره دستان خوبه مهمانی ما شوید من مرحمت باشد سوالا من نویسیتان الگه خیلی بیاکسات شده است بگاه با ساعتی 4 صبح کار سلام من از رستاف شهناز خان صبرینه جان سلام بابک ما دارید دوستان عزیز مهمان شوید خدا عمرتان برکت شما شنیدم خرسند شدم رحمتی کلان شهنازه جان که نصیب باشد تاجیکستان میرید نصیب باشد ماهای اوگوست انشالله برفی سفید سویسمن شدم شما شوید و من شهری به همه شهر گسیل کرده میتونید رازخان به همه شهر گسیل کرده میتونید میکشته دختر گپ بیملال باشد یعنی منم خانید مایلش صبرینه جان دوستان عزیز مهمان شوید اینا که باشند برفی افته چخید این کانالای من بگفته باشید این کانالی پخت و پزه شهناز خان شبهرتان بام رحمت که شما رو اجازه دادن که این کانال کشایید هر راستی گب شبهر من خودشا میسایی کندیتر به کارکرگی با نوواگی کارکرگی راستی بعد دویم فرزندم تولد کردن خانشین شدم خیلی اجازه دادن که خیلی ویدیو کنم
بسیار دستگیری میکنن، راستی که بسیار دستگیری میکنن. جای کار باشم یا خیلی کمتر کامنتاری های ضرورتر بد خیلی پر همین نویسید من تیار کنی باشم با ماما تلفن کنم میگن که خیلی زنها به دخترها به جواب ده خیلی توی پایدشتیان یا توی وایت گپت پایدشتیان مثلا اگه چیز تیار میکردی جواب ده یا کار بیام هم میپرسن که خیلی دخترها به کامنتاریات به جواب ده و ها با امید می نویسن که خیلی تو سویت گیرن که همون جوابش گیرن. گفته بسیار امین وای میکنن هشدار کرده میمونن که کامنتاریات به جواب داده است. گفته که با امید می نویسن که خیلی ناامید نکن. گفته بسیار همین نه دربارش هر روزم میگن راستی کردن ما زن یا دختر. شهناز خان التماس چیزی خانم صبرینه جان من خوانده رفتیم که باتونه خیلی سبشنه نویسیدن لی پایین به برای همین نظرم به اکو گذشته سه من شدم آبونه شما میشه برفی سفید. سلام اپا جان دیر کدام راستی الکا یک سال شد دوستان عزیز مهمانش من سنت پترزبورگ هستم. سلام رستاو خانید رستاو خانم نویسید میخوانم طرز دختن به من معقول شد. طرز دخت ما 8 مارت واخری به پی ما 8 مارت مینخوام اسفره میشم داستان عزیز مهمان زن باشد نامر میدی هم اگر زن باشد نامر میدی راز خان ما اینترنت نما مادرزاد از خوردی میکردیم چیزی پخت و پزه خیلی مایم هم خیلی بودیم اگر پخت و پزه گفتست که باشید مایم خیلی تاجیکستان اسفره با اینترنت نقص کارم کنم ما همون خوردی از سنیف مکتب خان بودنم خیلی ما پخت و پز میکردیم سی خامو بود متریلش خودتان میکنیم من از کجای سلام دیر کردم دیر کردی در کاری رو یک سال شد. سلام برفی سفید در کانال چی داره کانالی برفی سفید از اسفرمی شما اسفرمی راز خان من قزاقستان به طرفای شما باشم زکات میکنم قزاقستان به ولیکم خیلی شما از کجای وارخمان وارو سلام شهناز جان افیر دیر کدم شما دیرتر شد شما دا یاد کدم رحمتی کلان عدالت جان الکه راستی یک سال شده هم صحبتیم انشالله با روزهای نزدیک افیر میشد کمتر سرکار شدم برای همین افیر کردن نتونستم شب ساعتی 4 سر صبح میبروم با بیگه شود خیلی آب افقاد کرنده که خیلی ویدیو کرنده که ویدیوی من همین پیراکو بینید تاوری گامدگی شب بگریفتم اون بخی خیره اومد. سلام شهناز خان چند بار نویستم جواب ندادید خانسی هم که یک چیت من اپی میداوی که کردم عجایب آمد رحمت سامسونگ که ویدیوهای ما استفاده برای اشان زندگی میکنم ابجا من وایبری گروپ دعوت کنید التماس و معلش عدالت جان نمرتون نویسید ویدیوی نو اگر نباشد من همون آدم گفته نویسید من نمره شوهرم میتیم شما نویسید من نمرتون میگیرم از خواهی سلیفکی میشد کریم تیار کنیم از سوخای سلیفکی هم میشد اگر سلیفکی وای شیر نباشه سلیفکی خودش مخصوص برای وای پخت و پز همون کریم های کریم نویسیدگی هم تو یعنی شیر خشکی یعنی چای مثلا کافی آب استفاده بردگی که نمیشد کامران شما از کجا کرتای تاجیکی میدوزید کرتای همیشه میدوزن خیلی لشکی سلام پیش از خان رحمت ما از شما بسیار چیزها آموختیم رحمت که ویدیو دیده دستگیری میکنید کانالی مایا داکومنت هم سپردم تمام کنم نصیب کارتا میرمتان کافته میرن شما داکومنتاش نسپرن اما تا خیرخواب خوشتا افری دیگه در پناه خدا باشد عزیزان دل رحمتی کلام که برای سخنهای زیبا من دوستان دارید به کانال من چند سال هست که اکترینبورگ و صلحیه من دیگه جا ولی جامعه از تیدان سلام اپا جان سوزی نمکاسه مهمان شوین دستگیری کنتان مرحمت کانالی نو به فکرم خواهر عزیز من در گروپ وایبر دعوت کنین محلش ویدیوی نو نمرتان نویسید مهینه مرا پرسیداسید مهینه خان السلام علیکم به کانالی ما آبونه شد شما از کجا واروخ شتازه مانید نامر میدیم رازو سویتا کرته زکاس کنین دیگر شهر رسی میفرستانید می رازو شما چند ساله رازو کرته تاجکی میدوزید می رازو کرته رازو خان کرته زکاس پور منه سلام از نوکوزنیزگان کس هست می زن هستم می با پاچته می رازو پاچته که سلام کنین رحمت بچند دستان درد نبیند و افیر ساز
افیر سازیم بیمالال باشد التماس. زفیر سازم ها، زفیر میسازیم انشالله فرخ. ولی به وقت ما یختی به وقت ماندید راست مینخواد که یک ساعت شد است که صحبت میکنیم. راستی من الکش یک ساعت شد که هم صحبتی هم خواهر مانده. میکسر سیویتکی نیست. مسئله کریم تیار کردن با میکسر دستی خطی کریم سفید قفص نمیشد. هم راستی کریمی و این دستگی نمیشد. کریم های خوشرو نمیاد برای گلمانی نمیشد. مثلا زورنه کریم ها هم تو بیشنی تارتابه میشد. تارتابه حتما میکسر در کار کرد. کریمی خوشرو خواهید. من کردم با میدرام زن هسته میگم تو نخوش شد تکس میکنم. السلام علیکم. تستی از خانه من لکه یک ساعت شد. چه اینه خیلی راستی کم نمیتونم چه خیلی میتونم. اپا جان سامبوسی ورقی نشان دین ورقش زور باشد دلم. راستی های کانال با انشالله اخمری سلایکه تیار کرگمه به نزدیکی میپرتم. رحمت. سلام علیکم. رحمت شوهرتان و رحمت شما بام بانوان تاجیک زنهایی یعنی من داشتیم گوش کرده خندی داستیم. بانوان تاجیک کشتم بام دنفیره یک ساعت شد گفته. بانوان تاجیک زنهایی زیبا مهمان شد دستگیری کنید. ما کانال شما مرحمت. زنها کسی خواهش کرده داشته باشم مرا هم به گروپ وایبر یا واتساپ دعوت کنین. من از اسفر یک دوست یا ریسیت پختم نقص شد. مایلش مدینه جان نویسید ویدیوی نو ویدیویتان نامرتان کانالتان برای دراز صلحی کمنتری مانید. دوستان فرمان مختصم بسیار میشوند. فرخ نعمت و شوهرم نمیمونه. شوهرشان نمیماند. نظرم به گوزنی به روزه خان نامری منم دعوت کنید. اگر خواهشی خیلی گروپ با پیوست شدگی ها نامیرتان ویدیوهای نو نوشته من دخترها رای میکنم پیوست میکنم. ها شوهرتان چی گوین همون راستی که با شوهرها چیزی گوین همون فرق شوهرم نمیفاردشان برای همون. ها شهناز خان شما نامیری تیلا دادید و کس گفتم من شهنازه نیمن امکش نموری تیلا داده. ها شما وای تلفن کرگی شما وای نمور به تلفن کرگی پرما اگر تلفن کرده باشید وای نمورم تاجیکستان انده من همون سیم کارتی تاجیکستان انده ایمان و هم با شما نموری تلفن پرما کرگی باشید من ایمان با شما می نویسید گفتیم ایمان بنویسید. اپا من اسفر سلام شما با هم اسفرگی ها سلام. اپا جا من نامیری نظر و عدالت خان نظر منه نمورتان 92 کلمنده نمیستد عدالت خان ویدیوی نو بنویسید حاضر میگیرم. راستی شوهرهای بسیاری ها نمیمانند. راست تست ها رازن شما بسیار کدام کانال زنهای تاجیک تماشا میکنم. اپا جان دستان درد نبیند مینز بسیار معقول شد. رحمتی کلان صلحی نامی کانال رازو سیدی تاجیک. دخترای عزیز همه به خیر تا ویدیوهای آینده با تا افیری آینده انشالله با صحبت میکنیم. من با سخنا باشد گپای ماندگی باشد با کامنتاری نویسیدان من سوالا باشد با کامنتاری نویسیدان حتما با من جواب میدم انشالله. من با صحبت میکنیم. من دعاگوی ما مسافران باشتان انشالله با ویدیوهای نو انتظار شویتان با دستگیری شما میشد. خیر تا ویدیوهای آینده تا افیری آینده در پناه خدا دوستان.